روز با آگاهی آغاز می شود. الهی با امید تو. رفقا سلام، خیلی مخلصم. شما قسمت سوم برنامه داروگ رو میبینید و میشنوید. ممنونم از پیام‌های پرمهرتون برای 2 قسمت گذشته برنامه. امروز هم میپردازیم به موضوع فرهنگ و زیرساخت‌های فرهنگی در شهر کرج. این بار مهمان برنامه‌مون جناب آقای سعیدی سیرایی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج. همراه ما باشید لطفاً. آقای سعیدی خیلی خوش آمدین به برنامه داروگ. متشکرم، ممنونم از شما. چه اسم قشنگی، داروگ. بله، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج. آقا تعریف شما از فرهنگ چیه؟ چه سوال سخت. خواهش میکنم. به حال رئیس کمیسیون فرهنگی هستیم. اینجوری نمیشه فرهنگ رو مثلا به یه نقطه رسوند که بهش بگیم که آقا مثلا شاخص هاتون رو بفرمایید. آره، مثلا یه کسی عنوانی داره، مثلا رئیس کمیسیون فرهنگی، الان اون عنوانه، بهش بگیم که آقا تعریف شما از فرهنگ چیه؟ خب فرهنگ خیلی گسترده است تو همه ابعاد. میشه گفت پایه زندگیه. اصلا نمیشه بدون یک نگاه فرهنگی یک انسان امروز اقدامی بکنه، و اگر اقدامی هم میکنه مدل فرهنگی براش نداشته باشه، شاید به اون نتیجه مطلوب نرسه. یا اگر ذهن من اینجوری داره الان به من کمک میکنه، این ادبیات رو دارم میگم به خاطر اینی که تلاش کردم که فرهنگ محور زندگی بکنم و فرهنگ محور کار بکنم. در کل فرهنگ یک گزاره یا یک واژه‌ایه که مثل تنفس میمونه، مثل هوا میمونه، مثل اکسیژن میمونه. و اگر یک جامعه‌ای این شرایط رو نداشته باشه، این مدل تغذیه رو نداشته باشه، شرایط نفس کشیدن سالم رو نداشته باشه، دچار تنگی نفس میشه و چه بسا دچار فوت بشه، دچار مرگ بشه. الان شرایط فرهنگی و زیرساخت‌های فرهنگی شهر کرج رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی ضعیفیم. کسری داریم، کمبود داریم، دچار بحرانیم توی حوزه زیرساخت فرهنگی. در عین حال خیلی هم بزرگیم، میتونیم خیلی قدرتمند باشیم، میتونیم خیلی قوی باشیم. چرا؟ ما توی پهنه‌ای داریم زندگی میکنیم که این پهنه از اجتهاد ما شروع بکنیم، بیایم یه بخشی از شهریار و یه بخشی از کنسولوغون رو بعد برگردیم بیایم حالا یه منطقه که نه، حالا از دیزین، از ولایت درود و دیزین، و بعد بیایم آزادبر، و بعد بیایم طالقان، و بیایم علموت، و دوره بچرخیم بیایم اجتهاد، و این وسط این کرجی که الان هست، ساواش بلاغ، نظرآباد، عرضم حضور شما که فردیسمون، بخش آثارامون، این مجموعه رو که این پهنه میشه کرج قدیم. تو این حالات شاید مثلا حدود 100 سال اخیر جغرافیای سیاسیش تغییر کرده. یکی شده شهر کرج، یکی شده شهر آثارا، یکی شده شهر طالقان، یکی شده شهر محمدشهر، شهر ماهدشت، شهر کمال شهر، شهر هشگه، جدید، قدیم، شهر نظرآباد و خیلی بخش شهر. این جغرافیای سیاسی با این من کاری ندارم. اون عظمت و بزرگی که گفتم، اون پهنه کرجی که اول توضیح دادم، این پهنه کرج دژ مادها که به اشتباه الان به تپه ازبکی معروف شده و خیلی جالبه، میراث هم بهش میگه تپه ازبکی. شما بهتر از من میدونید اولین خشت دستساز انسان روی کره زمین
با قدمت نزدیک به 9000 سال تو این دژمات‌ها یا تپه ازبکی کشف شده. یعنی چی؟ یعنی همین ساختمونی که الان ما زیرش نشستیم، داخلش نشستیم داریم صحبت میکنیم و این تمدن بشر این تمدن مدیون کشور ماست و کشور ما مدیون این پهنه است که اسمش کرجه. خب آقای سعیدی، با جانم. این قدمتی که میفرمایید و این پهنه گسترده‌ای که هست، شرایط کرج الان چطوره؟ الان همین دارم میگم دیگه. ما امروز حس تعلق نداریم. حس تعلق تو کرج خیلی کمه. یک مضاحیک اقوامی توی کرج هستیم که به شدت هم خوبه ها، عالیه. اصلا اقوام و مهاجرت باعث رشد شهرها میشن. اصلا شهرها با مهاجرت ها شکل میگیره. گوناگونی فرهنگ ایجاد میشه. گوناگونی فرهنگ ایجاد میشه. حالا ما این موزاییکا رو داریم، نمیایم نیومدیم یا حداقل هر کدوم به شخصه جدا جدا تلاش کردیم اون ملاتی که حالا اسمش اصطلاحش نمیدونم چی پیدا بکنم، اون سیمان و ماسه‌ای که بهش میگن ملات درست بشه که این موزاییک روش قرار بگیره، اون ملات رو هنوز نتونستیم بسازیم. کی باید بسازه؟ اینو باید نخبه ها بسازن. یه بخشیش نخبه کیه؟ رسانه است. رسانه به شرط این که در رسالتی که رسانه رو دوشش هست حرکت بکنه. آقای سعیدی، یه بخشیش میاد. شما سالها رئیس سازمان فرهنگی بودید تو این شهر، در شورای قبلی، در شورای جدید رئیس کمیسیون فرهنگی هستید. دستاورد حسین سعیدی سیرایی که سالها سکاندار یکی از مهمترین سازمان‌ها و ساختارهای فرهنگی این شهره برای شهر کرج چی بوده؟ ضمن اینکه شما پولدارترین در واقع ارگان در حوزه فرهنگی بودید، شما بفرمایید که دستاورد شما برای فرهنگ این شهر چی بوده؟ از خودتون شروع کنیم، در مورد رسانه هم صحبت می‌کنیم. نه من که گفتم رسانه نخواستم رسانه زیر سوال ببرم. میدونم، میخوام که دور نشیم از موضوع، بپردازیم به حوزه فرهنگ شهرداری، شورای شهر و ارگانی که شما حضور داشتین. آره. تو اون مقطعی که حالا من مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج بودم، مقطعی بودش که کشور اینجوری دچار بحران اقتصادی نبود و کار خیلی راحت تر بود. ما هم داشتیم کار میکردیم. منم مدیر مجموعه‌ای بودم که هم نیرو داشتیم هم امکانات داشتیم تو سطح شهر کرج یک سری کارهایی که اصطلاحاً بهش میگن کارهای کلیشه‌ای یا یک مأموریت سازمانی برای سازمان فرهنگی ورزشی کرج تعریف شده و داشتیم مأموریت‌ها رو جلو می‌بردیم. چون اوضاع مالیمون هم اون مقطع خوب بود و منابع انسانیمون هم خوب بود و مردم انقدر دغدغه اقتصاد و اصطلاحاً نان شب نداشتن، تو اون تایم اون اندک کارهایی که انجام میدادیم ارتباط مستمر خودمون با حتی بچهای رسانه داشتیم، ارتباط مستمر با هنرمندا داشتیم. با اینکه من خودم خیلی مثلا آدم هنری و فرهنگی نبودم، الانم نیستم، ادعایی هم ندارم و واقعا بلدم نیستم، ولی مجموعه رو توان مدیریتشو داشتم. یعنی به لحاظ این بحث مالی که گفتید، به لحاظ یک حساب مالی بلد بودم که انحراف مالی صورت نگیره، کار رو درست جلو ببریم. خودم به اون مقطع مدیریت خودمون به لحاظ مدیریت سازمانی نمیتونم نمره رد بدم، ولی به لحاظ کار فرهنگی فاخری که تو اون مقطع صورت گرفته باشه، علیرغم اینکه حالا مثلا تو حوزه ورزش ما پایه ورزش محلات رو توی شهر کرج گذاشتیم، بد نبود، مردم شهروندا خانواده درگیر بودن، خوب بود. علیرغمی که تو جشنواره فجر وقت تو یک سال ما همزمان تو سینما هجرتمون 2 شب اکران داشتیم، اون اتفاق خوبی بود. ارتباطش به شهرداری چی بوده؟ کارش اداره ارشاد اکران فیلم‌های فجر. ببین اکران فیلم‌های فجر تو اون تایم اینجوری نبودش که اداره ارشاد، هرچند تو اون تایم اداره ارشاد موفقی بود، خوب داشتن اداره ارشاد کار می‌کردن. اداره ارشاد یه اصلا اون موقع نامه‌نگاری رو انجام داد، بقیه پشتیبانی همش با ما بود و کمکی نمیشه، مشارکتی که حوزه هنری هم با ما داشتش. ما اگر اون تایم قبول نمی‌کردیم و ورود نمی‌کردیم، اصلا این جشنواره صورت نمی‌گرفت. اصلا اکران فیلم توی کرج بدون حضور ما صورت نمی‌گرفت. چند تا برنامه خوب داشتیم، تجلیل از هنرمندان وقت خوب رو داشتیم، تجلیل از ورزشکارای
وقت اون مقطع داشتیم. حالا اینا رو گفتم، میگم الان که این کارم انجام شد، گفتم یه کارهای کلیشه‌ای و حالا کارهای اداری که ما داشتیم انجام میدادیم. حالا تو اون تایم هم در عین حال گروهای مشاوره خوبی هم تلاش کرده بودیم که جمع بکنیم از بین هنرمندان، بچهای رسانه مستمرم می‌نشستیم. منم صادقانه میگفتم من بلد نیستم تو حوزه فرهنگ، این سازمان مدیریتش رو بلدم ولی تو حوزه فرهنگ بلد نیستم، بیاید به من بگید من چیکار بکنم. این گفته هایی که به ما چیکار بکنیم در حد خیلی مثلا کار بزرگی هم نبود. اون چیزی هم که به ما میگفتن چیکار بکنید رو، درخواستی هم که بود، تلاش میکردیم که به نتیجه برسونیم. ولی وقتی که خودم به عنوان یک پدر میام عقب میشینم، به عنوان یک شهروند کرجی میام میشینم، به نمره این سازمان و اون مدیریت تو اون تایم نمیتونم نمره قبولی بدم. این واقعیت. خیلی ها شاید شجاعت گفتن اینو نداشته باشم، ولی من برای خودم. خب از این تجربه ناموفقی که خودتونم میفرمایید چه بهره برداری در دوره سیاست گذاریتون در شورای شهر کردید؟ اگر بذارن میخوایم بهره برداری بکنیم. کی نمیذاره آقای سیرایی؟ چرا ما از هر مسئولی درخواست داریم که آقا بفرمایید چه کاری کردید، چه کاری میکنید، اولین پاسخ اینه که نمیذارن. کی نمیذاره شما کار کنید؟ افکار مسموم بعضی از افراد. کدوم افراد؟ ببین نمونهش رو مثلا داشتیم دیگه، فکر کنم تو همین مجموعه شما همکارای ما اومدن نشستن راجع به یک سری موضوعاتی که حالا بحث حقوق و مزایا و میرسیم به اونا. الان صرفا دوزه فرهنگی میخوایم صحبت کنیم. ببینید شما وقتی که دائما درگیر یک سری موضوعات درونیت میکنن، نمیذارن کار بکنی، خب نمیشه دیگه. آقای سعیدی شما دارید در مورد آقای علیرضا سعیدی صحبت میکنید، به اون هم میرسیم، در مورد حقوق هم خواهیم رسید. میخوام دور نشیم از بحث. من به عنوان یک فعال رسانه‌ای، به عنوان یک پدر، به عنوان یک شهروند کرجی، در شهر هیچ اتفاق فرهنگی نمیبینم. هیچ زیرساخت فرهنگی تو این شهر نیست. همین الان هم سازمان فرهنگی داره کارهای کلیشه‌ای که شما در شورا سیاست گزارش هستید اجرا میکنه و معطوف شده به تعدادی برنامه مذهبی، بر تعدادی برنامه مناسبتی در شهر. شما الان به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شهر انتظار میده که سیاست گذاری کنید، تحول در حوزه زیرساخت ایجاد کنید. میخوام ببینم برنامه‌تون یا کارهایی که کردید چیست. به هر حال الان شما سکان شهر در حوزه فرهنگ در دستان شماست. بودجه ریزی و بودجه گذاری و اختصاص بودجه در دستان شماست. چطور میتونید جریان فرهنگی شهر رو سیاست گذاری کنید و هدایت کنید؟ و چه کردین؟ آره. ببینید به این بزرگی که الان شما گفتید ما نیستیم. اینجوری نیست. 350 میلیارد در سال شما بودجه دارید. به این بزرگی که شما گفتید ما نیستیم. متولی فرهنگ فقط ما نیستیم. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، میراث فرهنگی هست، آموزش پرورش هست و خیلی یعنی آقای سعیدی من احساس می‌کنم شما از پاسخ دادن الان توضیح میدم خدمتتون. من میخوام بگم شما 350 میلیارد اگر اشتباه میکنم شما بگید بودجه فرهنگیتون در ساله. برای این 350 میلیارد چه برنامه‌ای دارید؟ الان به شما میگم دیگه. و خیلی دستگاه دیگه هستن توی شهر و استان که ادعای کار فرهنگی دارن و بخششون ادعا هم نیست، متولی موضوعات فرهنگی هستن. درست میگید. ما زمانی که شورای ششم مستقر شدیم از یک بودجه فکر میکنم زیر 10 میلیارد تومان برنامه‌ای یا بودجه فرهنگی، امروز 305 میلیارد تومان ما بودجه برنامه فرهنگی دیدیم. 300 میلیارد دیدیم برای سالی که الان درش هستیم. ما شورا تهش سیاست گذاریم. همین سیاست گذار چه اتفاقی میفته؟ از شهرداری برای ما لایحه‌ای میاد، برنامه‌ای میاد. یکی از سیاستایی که ما گذاشتیم چیه؟ سازمان فرهنگی برای کارهایی که میخواد خارج از آیین‌نامه مالی، نه خارج از آیین‌نامه مالی، همه کارات داخلش آیین مالی باید رعایت بشود. اونجایی که بیشتر از حد مجاز قرار هستش که اقدام مالی داشته باشه باید بیاد برنامه‌شو توی شورا تبصره داریم بیاد ارائه بده و نظر کمیسیون فرهنگی رو بگیره. امروز 300 میلیارد تومان با قیمتایی که الان حاکم است توی
شهر خیلی رقم بزرگی نه نیست. نیستش. یعنی خیلی ما فکر نکنیم حالا مثلا ادعایی هم نداریم که کار خیلی مثلا فاخر و شاقی انجام دادیم. پس شما می‌فرمایید که شما در شورا هیچ سیاست‌گذاری نمی‌کنید، فقط ناظرید که سازمان فرهنگی چه کار می‌کنه. سازمان فرهنگی داره کار میکنه. حالا یه بخشی رو هم ما داریم کمک میکنیم به سازمان فرهنگی به لحاظ سیاست‌گذاری که اون بخش کمیه. یعنی اینجوری نیستش که حالا مثلا همه کارا رو ما بگیم سازمان فرهنگی برای این کارو انجام بده. چرا؟ سازمان فرهنگی سازمان عریضه طویله با نیروهای زیاد، امکاناتی که حالا در اختیار داره سطح شهر، باید اون سازمان رو اداره بکنه. یه تشکیلاتیه که قوانین خاص خودش رو داره، آیین‌نامه مالی خاص خودش رو داره و داره کار میکنه. این که حالا شما میگید که ما سیاست گذاری بعد حالا مثلا ما انجام بدیم، شما چی کار کردید، من میخوام بگم که اون توقعی که از شما از ما دارید چیه؟ دونه دونه سوال میکنم. آره. اون فرهنگ رو میخوام بشکافیم، جزش کنیم. در مورد زیرساخت‌های فرهنگی شهر کرج صحبت کنیم. در اون سالهایی که شما چه مدیر اجرایی در سازمان فرهنگی بودید، چه الان در بخش سیاست‌گذاری هستید، وضع زیرساخت‌های فرهنگی چطوره در استان؟ مثال بزنم، مثلا شما فرهنگسرای کوثر شما دیگه تقریبا داره به مخروبه‌ای تبدیل میشه. آیا تونستید تو این سالا بهسازی انجام بدید؟ آیا فرهنگسراهای دیگر شما کارکرد فرهنگی دارن، اتفاق فرهنگی توش میفته؟ یا تالار شهیدان نجات فالله که یکی از بهترین مجموعه‌های فرهنگی شهر، در سال چند بار توش اتفاق فرهنگی میفته؟ ما اگر بخوایم این رو مقایسه کنیم با مجموعه برج میلاد در تهران، میشه از نظر جایگاهی مقایسه کرد تقریبا دیگه. شبانه روز ما در برج میلاد داریم کارهای اتفاقات فرهنگی میبینیم، ولی نهایتا 5-10 تا برنامه در سال در تالار شهیدان نجات فالله اتفاق بیفته و هیچ دیگر. اون هم تعدادی برنامه مناسبتی با رویکرد مذهبی. چه توسعه‌ای تو حوزه زیرساخت‌های فرهنگی اتفاق افتاده تو این شهر که شما میتونید بعد از این سالها به عنوان یکی از سکانداران فرهنگی بهش ببالین و بگید من انجام دادم؟ ببینید فکر میکنم که آره قبل از این شهرداری مثلا پلات چیز نساخته بود. ما پلات شهرداری کرج رو در دست میرسیم به پلاتو. نمیشه این رو در طول این سالها به عنوان یک نماد در نظر گرفت. یک پلاتوی شما قرار بوده که در شورای پنجم عرض میکنم دیگه، در شورای پنجم مصوب شده بوده که شما تالار بزرگ شهر کرج رو بسازید در پشت پارک تاجیکستان روبروی شورای شهر. مصوب شد، کاراش انجام شد، طرحش تایید شد. اگر قرار اون پروژه به اون بزرگی که میتونست یک تحول در حوزه فرهنگ شهر ایجاد کنه رو با پلاتوی شهرداری مقایسه میکنید، به نظرم که مقایسه نمیکنم. شما گفتید چی ساختید؟ خیلی کمه دیگه مقیاسش. آره. بله دستتون درد نکنه، به اونم میرسیم. کار مبارکی است، ولی میخوام بگم که با توجه به اتفاقات شهر، بودجه هایی که رد و بدل میشه ناچیزه. آقای خیلی هم ناچیزه. من که گفتم یه زمانی هستش به عنوان مثلا مدیران سازمان فرهنگی از من سوال میکنید، زمانی از خودم میپرسم، عنوان پدر از اون مدیر عامل میپرسم، نمره متفاوت میشه دیگه. خودم که صادقانه به شما گفتم. شما گفتید چی ساختید تو حوزه زیر ساختی؟ پلاتو اومد و سازه‌های قبلیتون. آره پلاتو اومد تو ذهن من. خب حالا اینکه فرهنگسرای کوثر مثلا الان فرسوده است، خب فرهنگسرای قدیمیه. تو دوره‌ای که ما سازمان فرهنگی بودیم اومدیم بازسازی بکنیم. اونجا تو طرح ایستگاه مترو قرار داشت، بعد به مشکل خوردیم، نتونستیم مثلا این موضوع رو تو اون تایم جلو ببریم. الان هم واقعا دچار بحران بودجه‌ای هستیم، دچار بحران مالی هستیم، مخصوصا امسالی که حالا بنده کمیسیون فرهنگی حالا میشه گفت 1 سال دارم مسئولیتش با منه. شهرداری کرج دچار بحران مالی جدی هستش و یک سری از این اتفاقا افتاده متاسفانه و ما هم زورمون نرسیده هنوز اینها رو بتونیم ترمیم بکنیم و از این بابت هم شرمنده مردم هستیم. شهیدان نجات فالله چی؟ الان میگم خدمتتون. ولی ما اصلا به این شکلی که الان شما از من میپرسید، ما متولی فرهنگ نیستیم. آقا متولی سازمان‌های خودتون هستید که آره. اماکن خودتون که هستید. آره. برای این بودجه 300 میلیارد باید برنامه داشته باشید. آره. ما برای اون بودجه 300 میلیارد که برنامه هم سازمان فرهنگی داره، آورده، مصوبه‌اش هم گرفته داره. چه آقای سیرایی شما بهتر از من میدونید. ببینید برگزاری یک تعداد برنامه روتین که خودتونم فرمودید که موظف شهرداری انجام بده،
اینها کار زیرساختی و بنیادی نیست. شما به من بگید در حوزه آموزش اختلاف ما همینجاست دیگه. اختلاف ما دقیقاً با شما همینجاست که شما توی حوزه فرهنگ متولی فقط ما رو می‌بینید. آقا تو حوزه آموزش شهروندی که شما متولی هستید. آموزش شهروندی با ماست. آموزش شهروندی چه کرد؟ آره. چه کار زیرساختی انجام داد؟ آموزش شهروندی خیلی کار فاخری انجام ندادیم. اصلا نمره قبولی که چی، نمره رد من میدم به خودمون. تو آموزش شهروندی ضعیف عمل کردیم. این حرف شما رو قبول دارم. ولی همین الان که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یک مأموریت رو برای سازمان کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اعظم حضور شما که محیط زیست خدمات شهری تدوین کردیم، هنوز نهایی نشده. داریم آماده میکنیم بدیم سازمان فرهنگی بره تو آموزش شهروندی. حالا اونجا چون نگاه بیشتر پسماند و زباله و اینا هستش، بره یک کاری فعلا پایلوت انجام بده. اینو من قبول میکنم. ما تو حوزه آموزش شهروندی، اونم بخشی که با مدیریت شهری در ارتباطه، یعنی خدماتی که ما داریم به شهروندان میدیم و این خدمات رو باید مطلوب ترش بکنیم. یه بخشی از خدمات رو شهروندان میتونن فرهنگ سازی بکنیم، اونا اتفاقا به ما بدن که به نفع خودشون هم باشه. آقای سعیدی در حوزه نشاط اجتماعی چیکار کرد؟ تو این بخش ما ضعیفه. بله فرمودید ضعیف دیگه، پذیرفتم. در حوزه نشاط اجتماعی چیکار کرد؟ نشاط اجتماعی ببینید، تو حوزه نشاط اجتماعی من اینجوری میخوام به شما بگم، پارکو کی ساخته؟ پارکا رو کی ساخته؟ زیباسازی رو کی داره انجام میده؟ ارزم حضور شما که خیابونی کی داره میسازه؟ همه سازمان فرهنگی تو حوزه نشاط اجتماعی وظیفه دارد یا خیر؟ اینو خیلی وظیفه نداره. اون حوزه باید نشاط اجتماعی ایجاد کند یا خیر؟ نشاط اجتماعی با این نگاهی که شما دارید، متولیانش به لحاظ هم قانونی هم به لحاظ افکار عمومی خیلی ما نیستیم. خیلی شهرداری و ارزم حضور شما سازمان فرهنگی نیستش، اداره ورزش جوانان هستش، باید ببینیم چیکار کردن، اداره کل ارشاد هست ببینیم چیکار کردن، و دستگاه فرهنگی زیادی که هستن. ما مثلا شهرداری تهران اشتباه میکنه این همه جشنواره، این همه فستیوال، این همه برنامه‌های متنوع فرهنگی در سطح پارک‌ها، در سطح فرهنگ سراش اجرا میکنه، داره کار خلاف قانون انجام میده؟ نه من همچین حرفی نزدم که. آخه شما میگید که وظیفه ما نیست برگزاری نشاط، ایجاد نشاط. فقط ما نیستیم. ببین حالا در حوزه خودتون دیگه ما هم دیگه داریم. اون اختلافش چیه؟ شما همه فرهنگ رو، همه کارآمدی یا عدم کارآمدی توزیع فرهنگ رو از ما دارید می‌بینید. نه اینجا جای شما آقای شریفی هم مدیر کل ارشاد هم نشسته، ما همین صحبت‌ها رو کردیم. من میخوام بگم داریم در مورد حوزه اختیارات و وظایف شهرداری صحبت میکنیم. شما حوزه آموزش شهروندی که گفتید خوب نیستیم. آره. حوزه نشاط اجتماعی اون بخشی که مربوط به شما هست، موفق بودید توش، تونستید اون نشاط اجتماعی که در حد وظایف شماست در پارک‌ها ایجاد کنید، در فرهنگ سراهاتون. بابا تالار شهیدان نجات فلا چراغش خاموش همیشه، چرا باید اون مکان به اون؟ شما میدونید چرا؟ از من میپرسید. به شما باید بگید. نه من نمیدونم. نه میدونید، مگه میشه ندونید؟ شما بفرمایید ما بدونیم. از میدونید، همه میدونن این رو. من پاسخ نمیدم، همه میدونن. آقا شما میخواید بگید کنسرت اونجا برگزار نمیشه؟ نه من فقط یه نطقی توی شورا دارم، یه روز صحبت کردم، میتونم به اون نطقم استناد بکنم. راجع به گالری صحبت شد. من برگشتم گفتم که راجع به گالری ما نباید صحبت بکنیم. همینجا که نشستیم میتونه بهترین گالری باشه. چرا نیست؟ بریم گوش بده. گفتم بیایم بریم شورا رو از اینجا ببریم بیرون. این ساختمون کلاً با نگاه فرهنگی ساخته شده. اینجا اتاقایی که اینجا هستش باید در اختیار هنرمندا باشن، باید مجموعه اینچنینی باشه. همینجا که نشستیم بعد بریم گالری بکنیم. خب حالا چرا نیستش که دست من نیستش که یه مقطعی تصمیم گرفتن، حالا یادم نیست از شورای چندم بود، فکر کنم شورای سوم شورای دوم بود، اومده تالار نجات فلا مستقر شده و همچنان هم ادامه داره. من مخالفم. حرفم تو شورا تو پشت تریبون زدم. من با اینکه ما اونجا بشینیم مخالفم. اونجا میتونه یه مجموعه، میتونه که نه باید یه مجموعه فرهنگی باشه. همون سالونی که الان سالن صحن شورا هستش، اونجا میتونه گالری قشنگ و خوب باشه. بقیه تالار رو به اون عظمت رو استفاده نمیشه. حالا شما میگید مثلا ما از شورا بریم که اونجا استفاده بشه. حالا همون تالار رو شما میگید استفاده نمیشه. یه بخشی که میگم که شما هم میدونید، هم میدونن، خیلی ها میدونن. شما نمیتونید بگید منم نمیدونم، منم نمیتونم بگم منم نمیدونم. ولی من پاسخی بابت این قضیه خیلی دقیق نمیدم به شما. ولی اون ور قضیه همین تالار نجات فلا الان یکی بیاد بخواد کاری توش انجام بده، ما که متولی اجازه دادن بهش نیستیم که. تهش اینه که شهرداری اونجا رو میخواد اجاره بده، اجارهشو بگیره، یا نه قرار اصلا اونجا رایگان مشارکتی کاری انجام بده. مجوز رو برای ایجاد برنامه اونجا کسی دیگه باید بده. اونا باید پاسخ بدن.
چرا من به اونجا- هر حال پاسخمو نگرفتم آقای سعیدی. شما میفرمایید که به ما ارتباطی نداره، کسی دیگه مجوز بده اونجا رو اجاره بدیم. شما مقام سیاست گذاری تو حوزه فرهنگی برای شهرداری، اون سالن در اختیار شماست. هر روز باید اونجا جشنواره باشه، هر روز اونجا برنامه باشه، باید گالری باشه، باید نمایشگاه باشه، باید پاتوق هنرمندای این شهر باشه. اگر اینجا نیان کجا برم پس برنامه؟ من همینجا دعوت میکنم هر روز هنرمندا بیان، برنامه گذارا بیان، ولی باید برن مجوزاشون هم بگیرن دیگه. بگیرن هر دیگه. برنامه گذاری دوست داره بیاد اونجا مجوزشو بگیره، بیاد اونجا کار بکنه. کسی جلوشو نمیگیره که. کسی جلوشو خب اگه نمیگیره. برنامه گذاری زورش نرسید یا نتونست اجرا کنه، شهرداری برنامه‌ای برای مردم نداره تو اون سالن ها؟ تا الان اینجوری نبوده که نداشته باشه اونجا. محدود دیگه عرض میکنم مثلا سالی هست. 10 تا دونه برنامه در کل سال اونجا اگر برگزار آخه بشه. بسیار شما برنامه رو چی ببینید همین چند وقتی که اصلا توی این حداقل توی این تابستون گذشته تقریبا هر روز اونجا برنامه بود. تو تابستون گذشته هر روز، اگه تو داخل تالار نبود تو حیاتش بود، تقریبا هر روز برنامه بود. الان هفته 2 تا برنامه حداقل من اونور تو شورا هستم. یعنی شما میفرمایید که کارآمده؟ برنامه شما فهمید کارآمده؟ نه من که خودم گفتم خدمتتون این نیست که اونجا برنامه برگزار نمی‌شود. داره برنامه هم برگزار می‌شود. اینجا ما خدمت شما هستیم، میگیم دوستان هر کسی تمایل داره برنامه‌ای داره متولی اجازه دادن به اینکه اونجا میتونه برنامه برگزار بکنه نکنه ما نیستیم. نه شوراست نه شهرداری، متولی ادارات دیگه. بره مجوزشو بگیره بیاد، ما در خدمتش هستیم. اطلس فرهنگی چی شد آقای سعیدی سیرایی؟ یک زمانی یک اطلس فرهنگی شروع شد که در شورای شهر تدوین بشه. شورای ششم تو این قضیه شما مقصر نیست. اطلس فرهنگی هنوز کامل نشده، تدوین نشده. چرا نشده؟ اصلا تو چه مرحله‌ایه؟ رها شده اطلس فرهنگی شهر؟ نمیشه گفتش که خیلی کار اجرایی داره صورت میگیره، نمیشه گفت رها شده. اطلس فرهنگی من فکر میکنم مثلا یه حدود 15 سالی دارم میشنم خودم تو این شهر. اطلس فرهنگی خب به کجا رو سرانجامش چی شد؟ سرانجامش ببینید فکر میکنم سازمان فاوای ما بود که یه لایحه آورده بود به شورا. ساعت همین مثلا همین 1-2 هفته اخیره یه لایحه آورده بود به شورا. چرا فاوا؟ که الان میگم خدمتتون. یه لایحه آورده بود به شورا که اجازه بگیره یک قراردادی رو با یکی از دانشگاه بود. الان واقعا تو ذهنم نیست کدوم دانشگاه بود. دیگه دانشگاه معتبر بود که اونها بیان کار رو شروع بکنن. اون تحقیق و پژوهش و کار اولیه‌اش رو هم انجام داده بود. چون موضوع یک بستر چیز میخواد، یک بستر مجازی و اینترنتی در اصل میخواد، به خاطر همین سازمان فاوا از سنوات قبل ظاهرا متولی شده بود. چه اتفاقی قرار بوده در اطلس فرهنگی شهر بیفته؟ همون موزاییکی که صحبتشو میکردیم قرار شده که اون موزاییک شکل بگیره دیگه. ولی خب من میگم فکر کنم خودم 15 سال دارم میشنم اطلس فرهنگی. آقای سعیدی، به خودتون در حوزه فرهنگی در این سالها چه نمره‌ای از 20 میدید به عملکرد شخص خودتون؟ چه به عنوان رئیس سازمان، چه به عنوان الان رئیس کمیسیون فرهنگی؟ من که نباید به خودم نمره بدم. من خواهش میکنم به خودتون نمره آخه بدید. نمیشه. ببین نه که به عملکرد شورای ششم چه من نمره میدید؟ به عملکرد شورای ششم در حوزه فرهنگی. از 20 از 20 نمیتونم نمره قبولی بدم. یعنی زیر 10. یعنی زیر 10. آقای سعیدی عزیز، چرا حوزه فرهنگ رو رها نمی کنید بذارید به امید خدا پیش بره؟ چون که من هر سوالی میپرسم یا شما میفرمایید توی این حوزه ضعیف بودیم که فرمودید صادقانه پاسخ دادید، هر کدومش رو که در واقع توجیه به نظر من میاد. خب بذارید کار خودشو بکنید دیگه، چرا این حوزه رو رها نمیکنید؟ شما چرا نمیاد اصلا خودتون شخصا مثلا کمیسیون عمران رو دستتون بگیرید؟ الان میام خدمتتون. شما یک کمک به من بکنید. شما به من بگید که حسین سعیدی سیرایی البته، بله، آقای فلانی تو حوزه فرهنگ از شما بهتره. من همین الان برای شما می‌نویسم اینجا، استعفا میدم دست شما تو شورا به نمایندگی از من مطرح بکنو. اصلا فرهنگ و کمیسیون فرهنگی رو من رها میکنم.
من الان به شما کمک میکنم. بله. به شما میگم که آقای سعیدی سیرایی عزیز، برادر بزرگ من، شما سکاندار این ماجرایید، یک فراخوان بدید، بذارید نخبه های شهر دورتون جمع بشن. هرچی نخبه های شهر گفتن گوش بدید. این شهر مهد نخبه های فرهنگی است در هر حوزه. شما در روز، در ماه با چند تا از این نخبه ها ملاقات میکنید؟ میشه اسامیشون رو به من بگید؟ خب ببینید، همین که الان شما دارید میگید، توقع من به اون یک شهروند حالا از رسانه همینه دیگه. واقعا رسانه اگه همچین بگه، همچین من که نمیتونم خودم مثلا بیام داد بزنم. بله آقا، شما بگید آقا من فراخوان شده. میخوام بدم نخبه ها بیان. نه من گوش بده، من بیام داد بزنم چقدر این شهر اعلام کنید، داد نزنید. چقدر این شهر خبر اعلام بکنم، چند نفر خبردار میشن تو این شهر؟ اون تعداد نفر آقا که شما تو صفحتون یه ویدیو بذارید، فردا صبح تمام رسانه‌های این شهر این خبر رو منتشر کردن. حالا این که این نخبه واقعا نخبه است و کی میخواد تشخیص بده؟ ببین، یک سازوکاری احتیاج داره که این سازوکار دست من نیست، دست شمای رسانه است. شمای رسانه زبان ما شو از این طرف، زبان مردم و نخبه شو از اون طرف، میتونیم کار رو جلو ببریم. این شرایط هیچ وقت واسه ما فراهم نشده. خواستین رو نشده؟ آره خیلی وقتا من سازمان فرهنگی که نشستم خواهش کردم از رسانه‌ها، گفتم آقا بیایید دور ما بشینید، با همدیگه بشینیم، شما بگید من چیکار بکنم. خیلی کمک نکردن. الان هم میگیم آقا کمیسیون فرهنگی، همین که شما دارید میگید، من کجا باید اعلام بکنم؟ حتما باید تریبون شورا باشه. یکی از جای نقطه خوبش همینجاست. ما اعلام میکنیم فراخوان میدیم. آره همینجاست. چه اشکال داره؟ واقعا استقبال میکنیم. شما یک نشستی رو با آقای شریفی مدیر کل فرهنگ و ارشاد بگذارید و دوستان دیگری که متولی حوزه فرهنگن، به یک اجماعی برسیم در حوزه فرهنگی. شهر از این بیسامانی فرهنگی در بیاد، از این موازیکاری در بیاد. ما آقای مثلا شریفی نشست نداشته باشیم دیگه؟ حداقل خب این درخواستتون رو چرا با آقای شریفی نگفتین؟ اصلا کی میگه نگفتم؟ من شما میدونید من نگفتم. من از آقای شریفی میپرسم که شما از نخبه دعوت کردید. نه فقط آقای شریفی، به خیلی از دوستان دیگه گفتیم. فکر کنم تو تلویزیون هم من شبکه البرز هم این حرفو زدم، تو رادیو هم رفتم این حرفو زدم. آقا نخبه اگه طرحی دارن، برنامه‌ای دارن، بیان بگم، واقعا بیان کمک بکنن، اصلا به ما مشورت بدن، به ما بگن چیکار بکنیم. ولی اون طرف قضیه این سازوکار نخبگانی رو هم کار ما نیست. یعنی فردا شما از من توقع داشته باشید همه اینا رو مثلا ما به تنهایی بتونیم جلو ببریم، خب نمیشه. شما بخش عمدهش رو واقعا شما رسانه باید به ما کمک بکنید. اصلا یک جای شماها به ما بگید چیکار بکنید. یه بخش از نخبه کیه؟ نخبه رسانه است دیگه. تا حالا شما اومدید به ما مثلا یه طرح ایده‌ای بدید که مطلوب باشه و اصلا ما رد کرده باشیم؟ اصلا نامطلوبش هم تا حالا یه بچهای رسانه اومدن به ما بگن؟ یه بخش خیلی کمی هم که میان با ما صحبت میکنن، وقتی که حالا مثلا میشینیم با هم دیگه دوره میزی میشینیم گپ میزنیم، بعد نمیتونن حالا مثلا من رو یا بقیه دوستان رو توجیه بکنن که این طرح حالا مثلا طرح به درد بخوری است، ناراحت میشن میرن و دیگه مثلا نمیان. یعنی اتفاق واسه ما زیاد افتاده، دیگه هم نمیان، کمک نمیکنن. بستری باشه که یعنی بستر اطلاع رسانی باشه که نخبه بیان واقعا به ما کمک بکنن. آقای سعیدی، شما نوجوان 14-15 ساله در خانواده دارید، فرزند، نوه، برادرزاده. بعد از ظهرها در همین بوستان‌های شهر حتما قدم زدید یا برید قدم بزنید. انبوهی از نوجوانان بی هدف، بی برنامه، بی انگیزه برای زندگی که درگیر مواد مخدرن، درگیر سیگارن، درگیر اعتیادن. وظیفه شماست در این شهر برای اینها بستر فرهنگی ایجاد کنید. من پدر میخوام با نوجوانم امشب برم تئاتر. تو این شهر تئاتری برگزار میشه؟ برنامه فرهنگی هست که اختلاف داریم اینجا با هم دیگه. ببین شما میگید وظیفه شما، زیر ساخت رو شما نباید فراهم کنید. چقدر ما باید فراهم بکنیم؟ اصلا داریم دستگاه دیگه کجان؟ تکالیف همه رو که ما نمیتونیم تو شهرداری انجام بدیم. شما اون ما اصل مطلبمون ببین الان متاسفانه اینجوریه دیگه. ما بتوانیم زباله رو سر تایم ببریم، فعلا شهر رو به لحاظ زباله بتونیم جمع‌آوری بکنیم. عرضم حضور شما که فضای سبزمون رو تو پارک هامون رو بتونیم بیشترش بکنیم و اینی که هست حفظش بکنیم.
کوچه‌هامون و خیابونامون رو بتونیم فعلا نونوار نگه داریم. اصل فشاری که الان ما داریم رومون هست بتونیم اینها رو جمع جور بکنیم دیگه. یعنی عمده عوارضی هم که ما داریم از مردم میگیریم داره تو این موضوع هزینه میشه. این نیستش که فقط وظیفه ماست. تو پارک‌ها آره منم میرم میبینم واقعا قصه میخورم، واقعا اذیت میشم، ولی خیلی از جاهای دیگه هم میرم میبینم که چقدر نوجوان هستن دارن فعالیت میکنن. توی بسیج میرم، توی خیلی جاهای دیگه میرم، خیلی از نوجوانا دارن عاشقانه دارن کار میکنن. این بخش از نوجوانان که تو پارک هستن نیستن و اونجا رو میبینم. آقای سعیدی تو این بودجه 300 میلیارد شهرداری، بودجه فرهنگی، چه برنامه‌ای برای اون نوجوانی دارید که تو پارک ها هست؟ بفرمایید دیگه، شما سیاست گذارید، سهمی از اونها به این بچه ها میرسه دیگه. آره. اونها هم شهروندن، اونها هم دارن مالیات میدن، عوارضش. چه برنامه‌ای برای نوجوان ها تو پارک ها دارید؟ برای نوجوان نسل زدی که دور شده از این فضای بسیج، از فضای مسجد، از اون فضاهایی که اون سالمه، اون که نیاز کار فرهنگی براش نکنیم که نیازی نیست، اون داره کارشو میکنه. برای اون بچه ها و نوجوان هایی که الان دل زدن و ناامیدن و تو پارک ها چه برنامه‌ای دارید؟ سازمان فرهنگی شما چه برنامه‌ای داره؟ الان به شما میگم، ببینید این که از حسین سعیدی پرسیم چه برنامه‌ای داره، حسین سعیدی همین الان باید بگه مثلا این برنامه دارم، این سالم سال درستی نیستش. بابت این موضوع باید دور هم دیگه بشینیم یک برنامه‌ای رو تدوین کنیم. تو این سالها چه کردیم پس؟ تو این سالها همین الان داریم چند روز دیگه وارد هفته بسیج میشیم. شما تو پارکامون بریم ببینید، نوجوانا رو ببینید. برای همون نوجوان‌ها در قالب کار مشارکت با بسیج قطعا برنامه داریم. همین امروز صبح مثلا جلسه 2 ساعته. آقای سعیدی شما اسم بسیج رو میارید که من بگم که باشه دیگه هیچی نگم. خب اون نوجوانی که الان تو پارک داره مواد مخدر مصرف میکنه فراری از فضای بسیج. نه اشتباه نکنید. من اونجایی که من گفتم شما چه برنامه‌ای دارید، ما خودمون مثلا به تنهایی بیایم چیکار بکنیم. مثلا من نمیدونم مد نظر شما اون برنامه چیه. اون به نوجوان از مدرسه اومده اونجا داره سیگار میکشه، پس مدرسه مقصره؟ از خونه رفته تو مدرسه بعد اونجا داره سیگار میکشه، پس خونه مقصره؟ پس میشه گفت برنامه ویژه‌ای نداریم دیگه. نه اینجوری نیست که برنامه ویژه نشه. ببین من به شما گفتم یه برنامه همین امروز صبح جلسه داشتیم بابت همین موضوع برای نوجوانا به مناسبت هفته بسیج توی پارک‌ها یک برنامه مشارکتی داشته باشیم و یه بخش از این بودجه بیاد اونجا هزینه بشود. شما هم میگی چی میگی؟ بسیج میاری که من سوال نپرسم. میگم نه اینجوری نیست. شما میگی چه برنامه‌ای دارید؟ برنامه‌ای که در پیش رو داریم الان این برنامه است. حالا مثلا برنامه‌های دیگه که در غیر ایام. ببین من نمیدونم چطور میتونیم به یک نقطه مشترک با هم برسیم. میخوام ببینم که الان در طول سال توی این فضاهای عمومی شهر که رایجه، شما میگید وظیفه شما نیست، ما چند بار رفتیم مثلا توی پارک های منطقه 5 و 6 شهرداری کرج برنامه‌های فرهنگی اجرا کردیم برای خانواده‌ها، برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های سلامت محور. چقدر رفتیم مثلا تو منطقه 3، منطقه کلاک، مناطق کم برخوردارتر، اصلا مناطق برخوردار، چقدر داریم کارهای فرهنگی تو شهر انجام میدیم. نه فقط جشن، کارهای آموزشی، کارهای سلامت محور، کارهای فرهنگی تو حوزه‌های خودتون، آموزش شهروندی. حرفم اینه. آره درست میگید. شهر بزرگی، جمعیت زیادی هم داریم، جامعه هدفی که الان شما مد نظرتونه تعدادشون هم خیلی زیاده. واقعا هم داریم کار میکنیم. سازمان فرهنگی ما داره تو این حوزه کار میکنه. همین چند وقته، حالا اینم کلی بگم، شورای ششم یکی از سیاستایی که حالا تو حوزه فرهنگی داشت تمرکز زدایی بود. یعنی اصرار داشتیم که حالا اینم خیلی تو دوره کمیسیون فرهنگی که من مسئولش هم نبوده، تو سنوات قبل انصافا این اتفاق افتاد، منم نبودم تو اون تایم توی شورا. اصرار شورا برای این بوده که این تمرکز زدایی برداشته بشه و برنامه‌های حالا مثلا شاد و برنامه‌های آموزشی توی پارک‌ها بیاد سطح شهر پخش بشه. داره کار انجام می‌شود، این اتفاق داره رقم می‌خوره، ولی کافی نیست. اندازش به چشم بیاد کافی نیست. ها بگذاریم از موضوعات فرهنگی. موضوع آخه مهمه. این موضوع فرهنگی تا تایمی که به یک نتیجه مشخص توافق نرسیدیم. آره دیگه، تا زمانی که رسانه همه موضوع فرهنگی چه مثبت چه منفیش چه نتیجه رو همه رو توی شورا و شهرداری میبینه، خب ما با اون نقطه مثبت و اون نقطه واقعا این گونه نیست. برنامه اول ما با آقای شریفی بود، یعنی برنامه فصل جدید ما مفصل هم صحبت کردیم، میتونید برید ببینید برنامه ما رو با آقای شریفی.
ابراهیم شریفی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد. واقعا ما اینجوری نمیبینیم. ما داریم در حوزه وظایف شما و در همون چارچوب بررسی میکنیم. نه ببین الان حوزه وظیفه ما، الان شما میگید که مثلا نوجوان توی پارک سیگار میکشه، یه جوری حالا مثلا برداشت من این سیگار شد کشیدنش تقصیر شما نیست. ولی این که برنامه فرهنگی براش نداریم، این که نوجوان الان اراده کنه بره یک مثلا تئاتری ببینه، یک کنسرت موسیقی ببینه، نه رایگان یک جشنواره فرهنگی تو همون پارک برگزار بشه یا دیگه گوشه شهر، میگم این اتفاقها در شهر نمیفته. چرا نمیفته؟ ببین ما الان این بستر رو آماده کردیم میشه پارک. خب حالا یه اشتباهی هم نوجوان داره صورت میگیره، اونجا میاد سیگار میکشه دیگه. حالا برای اینکه این بتونیم اینو بیاریم یک کمک بکنیم که حالا به خودش صدمه نزنه، چند تا دستگاه متولیان نمیان کارشون رو انجام بدن. بفرمایید چه دستگاهی کارشون انجام نمیدن؟ اداره ورزش جوانان تو این قضیه تکلیف داره، اداره کل ارشاد تکلیف داره، ارزم حضور شما که سازمان‌ها و نهادهایی که پسوند انقلاب اسلامی دارن تکلیف دارن. همه میگیم شهرداری. ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم که آقا الان حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم، اگر کسی برنامه‌ای داره بیاد ما کمکش بکنیم. دستگاه برنامه‌ای دارن بیاد ما به لحاظ پشتیبانی کمکشون بکنیم. چون ما هم شهروندیم، ما هم پدر این شهریم دیگه. دل پدر تو این شهر داریم زندگی می‌کنیم، که پدر شهریم. پدر هستیم که تو این شهر داریم زندگی می‌کنیم. دلمون میسوزه وقتی میریم تو این پارک‌ها، این بخشی از نوجوانا رو می‌دونیم. ولی اینکه این همه تقصیرها رو بنزیم گردن شهرداری و شورا، اینم دور از انصافه دیگه. آقای سعیدی، من از در حوزه فرهنگی از مجموع فرمایشات شما این دریافت کردم که سیاست فرهنگی مشخصی در شورا برای در واقع موضوع فرهنگی در شهر نداریم. میپذیرید این رو؟ که همون بشه اسمش اطلس فرهنگی گذاشت، یک نقشه راهی. میپذیرم. ممنونم. کفایت میکنه برای من. بگذاریم از موضوع فرهنگی. یک سوالی دغدغه شما بود، گفتم بهش میرسیم. موضوعی بود که جناب آقای علیرضا سعیدی در برنامه مطرح کردن و شما هم بهش اشاره کردید. فرمودید که نمیذارن کار کنیم. موضوع حقوق‌ها و این تعداد افرادی که 6000 نفر نیروی مازاد و اون 2000 نفری که در واقع فرمودن پول میگیرن رو حقوق میگیرن و سر کار نیستن. فکر میکنم راجع به این موضوع میخواید صحبت کنید. ببینید برخی از دوستان ما خیلی زود تو فاز انتخابات رفتن و گارد انتخاباتی گرفتن و یک سری حرفایی دارن میزنن که قشنگ مشخص رنگ و بوی انتخاباتیه. یه بخش از دغدغه شیخ سعیدی رو منم قبول دارم و بهشون هم گفتیم که این بخش از دغدغه شما رو قبول داریم و کمک میکنیم. بیا ما هم کمک بکنیم که اگر واقعا انحرافی داره صورت میگیره، انحراف اول که کشف بشه، بعد جلوش گرفته بشه و مسیر رو اصلاح بکنیم. ولی وقتی که ایشون موضوع رو به رسانه و کلیپ و اینا کشوندن، یعنی این که دنبالی کار دیگه هن. چه کاری؟ کلیاتش میتونم بگم که انگار فضای مثلا نگاه انتخاباتیه. معرفی خودشون به عنوان یک حالا شخصیت مثلا اصلاحگر و یک فضای این چنینی که فقط هم مثلا منم و بقیه نیستن. نه اینجوری نیستش. 6000 نیروی مازاد داریم؟ نه اصلا اینجوری نیستش. یعنی چی ما 6000؟ واقعا این رقم‌ها رو من نمیدونم مثلا دوستان از کجا میارن. همین جوری آدم نمیتونه که مثلا یه آماری باید داشته باشی، یه تحقیقی داشته باشی، یه پژوهشی داشته باشی. همین جوری میشینیم میگیم 6000 تا نیروی مازاد. مثلا اون کلیپی که اومد شیخ سعیدی از شهردارمون پرسیدن که نفر چندم حقوق میگیری، گفت 770. اینجوری نیستش که اینا همش خب مشخصه که آقای سعیدی بله. 2000 نفر نیرو در شهرداری داریم که جایگاه شغلشون مشخص نیست. 2000 نفر. ببین شهرداری یه بخش همون انگشت طلایی‌های معروف. نه جایگاه شغلی شما گفتی. جایگاه شغلی تو شهرداری خیلی مشخص نیست. جایی مشخص نیست. یعنی حقوق میگیرن و کار مشخصی ندارن. نه اینجوری نیست دیگه. واقعا اینجوری نیست. من میگم این آمار و این تعداد و اینا آخه رو چه حسابی؟ آخه همینجوری میگن 2000 تا. همینجوری میگن 6000 تا.
بابا یه تحقیقی، یه پژوهشی، یه کار علمی بکنید، به یه تعدادی میرسید، اون تعداد بیاید راجع بهش صحبت بکنید. حالا صحبت رو که همون اول به بسم الله که نباید بیاریم فضا رو مثلا تو صحبت انتخاباتی بکنیم، که بیاریم تو مسیرش که این رو بریم درستش بکنیم. ما ناظریم دیگه، بریم این مسیر رو درستش بکنیم. ولی وقتی که میایم یه فضای اینجوری ایجاد میکنیم، یعنی اصلا نمیخوایم این مسیر رو درست بکنیم. بخش زیادی از این صحبت‌ها متاسفانه واقعیت نداره. شما میفرمایید که صحیح نیست. در مورد پلاتوی شهری که به تازگی افتتاح شده و ما از شما افتتاح نشده هنوز، میخوام افتتاح کنم. بله، در شرف افتتاحه و به هر حال یک اتفاق خوبی است، هرچند اندکه و میتونه کمک کنه به جریان فرهنگی. ما بعدش رو میگیم، خوبش رو هم میگیم. آقای سعیدی سیاستتون شما بعد نگفتید. ببین ساعت هم که شما بود نقد بود و اختلاف هم با شما این بودش که همه فرهنگ متولیش همش ما نیستیم. بله، من بعد ندیدم از شما، بعدم نشد. زنده باشید. برای پلاتوی شهر سیاستتون چگونه است؟ میخواید واگذار کنید در واقع به یک بخشی، به یک نهاد فرهنگی، یا خودتون متولی اداره موضوعات فرهنگی در پلاتو خواهید بود؟ ببین به لحاظ قوانین ما فعلا اختیار و اجازه واگذاری اونجا رو نداریم. اونجا میشه زیر مجموعه سازمان فرهنگی و سازمان فرهنگی باید اونجا رو اداره بکنه. یه سازوکاری هم حالا گفتیم سازمان فرهنگی تقدیم بکنه، در نهایت بیاد شورا، بتونیم حالا مصوبه قانونی بهش بدیم که هنرمندان راحت‌تر روون‌تر از اونجا بتونن استفاده بکنن. خودتون در واقع شهرداری و سازمان فرهنگی قراره که متولی اداره پلاتوی جدید شهر کرج بشه؟ آره فعلا، چون قوانین هم به ما اجازه نمیده الان در حال حاضر. مزیت هیچ کدوم از دو شیوه نداره. میخوام ببینم که شیوهتون برای اداره اونجا چیست. آقای سعیدی اجازه دارم یک سوال خصوصی تر ازتون بپرسم؟ یکی دو تا سوال خصوصی. آیا خانواده سعیدی سیرایی یکی از پدرخوانده‌های شهرداری کرج هستن؟ نه، پدرخوانده یعنی چی؟ تاثیرگذار، تعیین کننده روابط، تعیین کننده افراد. نه، اینکه بخوام پدرخوانده به این شکل، خب قویا من ردش میکنم. نه واقعا اینجوری نیستش. ولی بالاخره ما توی شهرداری کرج داریم کار میکنیم و دوستان، همکاران همیشه به ما احترام گذاشتن و یک فضای همکاری صمیمی دوستانه بین ما و همکاران همیشه برقرار بوده و هستش. ولی اینکه پدرخوانده، آخه برای چی باید اصلا ما مگه ما کی هستیم که مثلا ادعای پدرخواندگی؟ سوال دیگه آقا، شما شیوه پاسختون به خودتون بستگی داره. ادعای پدرخواندگی داشته باشیم؟ نه، اینجوری نیست. آقای سعیدی برای شورا تشریف میارید دوره بعد؟ بعدم نمیاد، مردم باید انتخاب کنن. پس منتظر بمونیم ببینیم که شما تشریف میارید یا نه. قطعی تصمیم به اومدن هنوز نگرفتم، ولی اگر به جنبندی برسم با توکل به خدا، پا دوباره توی این عرصه بذارم، نمیگم که نه، الان نمیگم قطعی نمیام، نه، بستگی به شرایط داره. یه خورده بریم جلوتر، یه خورده فکرام بکنم، ولی بالاخره از سعیدی یکی هستیه. به امید خدا انشالله که موفق باشید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم، خواهش می‌کنم.